تا جایی که من میدونم شما طول 13 سال در نیدرلند زندگی میکردید، یعنی که در اروپا. هر یک انسان میتواند که با محیط زمانه نگاه کرده جای خود را عوض کند. وقتی که کودک بودم، وقتی که از یگان رادیو یا اینکه تلویزیون سرود شما صدا میداد و پدرم در روسیه کار میکردن، مهاجر بودند و مادرم نشسته گریه میکردند و همین سرود رو گوش میکردن. من لحظه ها با خاطرم اومد، راستی گپ کم غمگین شدم و باز نوستالژی چگونه که میگن. وقتی که من اینجا از هواپیما اومدم باور کنید تاجیکستانی خودمون هیچ وقت این خیلی ندیده بودم. در طول 13 سال بسیار زیبا شده است. زیبونیسا نور و خوش میکنم دوستان از یک کفکوبی براشون. مهمان نوبتی شو برنامه محیط زنده. Добро пожаловать в радиохолл нового радио. Прямо сейчас. Живая среда. سلام شنوندگان عزیز، با شما هستم رفائل گولوف و این است نشر نوبتی شو برنامه محیط زنده از موج 95.5 FM رادیوی نو. و امروز ما یک مهمانی مخصوص داریم. خوش میکنم همون نفرانی که مثلا با شنیدن این سرود کمیش رو زمزمه میکنم. از تو یک ساعت جدایی خوش نمیاد مرا، دوره های مهر و محبت، عشق، لوبوف به قول روسی چگونه که میگویند به خاطر میارند، مرحمت به نزد رادیوهای خود نزدیکتر میشویم، چون که مهمان نوبتی ما نفری که نمادرانی ما فکر میکنم گوش میکردن دوست میدارند و عین حال ما هم گوش میکنیم سرودهایشون رو. زیبونیسا نور و خوش میکنم دوستان از یک کفکوبی براشون. مهمان نوبتی شو برنامه محیط زنده. سلام علیکم، خوش آمدید مانا جان. تشکر زیاد. خب دوستان عزیز، برای شما خاطر رسان میکنم که سرپرستی کلی شو برنامه محیط زنده شرکتی تیسل میباشد. تیسل دسترسی شما به دنیای رقمی. شما رو خوش آمدید میگویم و میتونیم با یک سرودی زیبا برنامه امروز رو آغاز کنیم. چی گفتید؟ باشد. مرحمت.
میدونید با چی به خاطرم اومد وقتی که کودک بودم وقتی که از یگان رادیو یا اینکه تلویزیون سرود شما صدا میداد و پدرم در روسیه کار میکردن مهاجر بودند و مادرم نشسته گریه میکردند و همین سرود رو گوش میکردن اون لحظه ها به خاطرم اومد راستی گپ کم غمگین شدم و باز نوستالژی چگونه که میگن تشکر زیاد. خب تا جایی که من میدونم شما طول 13 سال در نیدرلند زندگی میکردید یعنی که در اروپا. بله. خب برای چی در اونجا زندگی میکردید؟ چی بود کمی در این باره میتونید نقل کنید؟ خب از بس که طول این 13 سال که نبودم سببش این بود هر یک انسان میتواند که با محیط زمانه نگاه کرده جای خود را عوض کند. بله بله. ما از اون جمله به خاطر فرزندا رفتیم اونجا و تحصیل فرزندا را در اونجا دوام دادن خواستیم به همین خاطر بود. این حال برگشتید تصمیم دارید که در تاجیکستان هنر مهارت خود را مثلا صنعت خود را دوام دهید. بله. چند روز پیش شما کنسرت داشتید میتونید در این باره کمی نقل کنید چگونه گذشت؟ مثلا همون مخلصانی که شما رو دیرباز گم کرده بودند پیدا کردن از سر نو آمدند احساسات چگونه بود در اونجا؟ راستی باورم نداشتم که اینقدر مخلصای زیاد مرا انتظارن در روی صحنه بودن مرا. وقتی که من روی صحنه اومدم بودن اونجا مخلصانی حقیقی صمیمی بودن. بله. وقتی خوندم انتظار بودم الکه پیش از برنامه‌ای که ما شروع میکردیم الکه اونا اومدگی بودن. ما حتی نتوانستیم که روی صحنه یک رپتیتی خود دوام دهیم. بسیار خوبم قبول کردن. من خیلی زیاد خرسندم از احساسات اونا و در مدت کوتاه این کنسرت ما هرچند که برپا شد باور که تا حاضر خودم باور ندارم که این کنسرت من آیا شد گذشت یا که تا حال هست که دوام دیم. بسیار خوب بود. این گونه احساسات رو میفهمم. میچونین مثلا بعد از چندین سال شما در طول این 13 سال آمده میرفتید به فکرم اما برآمد نمیکردید؟ نه برآمد نمیکردم. یعنی که اینجا یک چند احساسات هم مخلصانتون هم خودتون هم برگشتتون به صنعت فکر میکنم این یک حالتی که تنها خودتون اون رو احساس میکنید و با دیگران گفتن نمیتونید همینطور؟ بله. خب فکر میکنم میتونیم گذاریم به سرود نوبتی و نفرانی که مخلصان شما هستند بودند سروداتون رو گوش میکردند در واقع فکر میکنم که فهمیدند شنویدند سرودی از همه مشهور یکی از همه مشهورترین شما رو با نزدی رادیوی خود نزدیکتر شده ایستادند. خب مرحمت اکنون میگذاریم با سرود نوبتی. کدام سرود میشود؟ سرودی فلکی. مرحمت. سرودی فلکی در اجرای زبونیسون نور و از موج 95.5 FM رادیوی نو. در دامنی دشت گله یک تاره منو می در شهر شما غریب و بیچاره منو می در دامنی دشت گله یک تاره منو می در شهر شما غریب و بیچاره منو می در شهر شما در سینه من هزار تیری غم زده در سردر ها پیلا در شبنم زده در سینه من هزار تیری غم زده
احسن. خب میخوام برگردیم مولانا عزیز کمی با دوره اولی شروع کردن صنعت شما. استادانتون کی بودند بیشتر در این ساعت کی با شما کمک میرسوند؟ با کی همکاری ها میکردید؟ میتونید در این باره کمی نقل کنید؟ از دریا سر کنم یا که از اینستیتوتی که من در اونجا تحصیل کردم؟ میتونید از انسامبل دریا شروع کنید. بله، در انسامبل دریا بودن استادی من شد روان نیگینا راوپا بودن و بودن کمک میکردن اونجا با دستگیری های آهنگسازی. من مبارک شاه جمایف آنها، گلبک سعادتوف، قربان علی عبداللهیف، همینا بودن. شما در خارج که زندگی میکردید تا جایی که من خودم هم زندگی کردم میفهمم که وقتی که انسان در خارج زندگانی میکند در اونجا خماری وطن زیادتر میگیرد و مثلا تماشا میکنید یگان رولیکو در اینترنت یا اینکه سرودها گوش میکنید. خب میتونید فهمم کی رو شما در اونجا گوش میکردید و مثلا یادی وطن خماری یادی وطن رو میشکستید؟ های در اونجا حاضر میدونید که خیلی که اینترنتی ما فعال است در همه جا. هرچند که در اروپا زندگی میکردم من فقط تماشا میکردم صنعتکارای خودمون و من چه گویم هر سرودی که اینها میخوندن یک الهامی نو برای من زنده میشد در دل من. با همون خاطر خواستم که بیایم که یک بار دیگه صنعت خودم سنجم تا چی درجه میتوانم که به همون قله های بلندترین رفته رسم. البته فکر میکنم نامی بزرگ داشتن این علاقه کمک کلان است. آن سرودهایی که در دل مردم سال جا هستند و گوش میکنند همه این کمک رسان میشد که باز شما میتوانید مثلا هنر و مهارت و صنعت خود رو ادامه دهید. من با باوری کامل گفتم میتونم. خب شما نگفتید کی رو گوش میکردید؟ سرودهای کی رو گوش میکردم؟ هر کسی که به دل من پسند بود. من راستی آوازخوان‌های پیشینه رو دوست میدارم. هستن حاضره ها با من اونقدر کو معقول هستن و از شعر و سرود پرمضمون بلند من پیشتر رو بسیارتر گوش میکردم. بله میفهمیم. خب در سبت و اسلوب موسیقی هر کس مثلا خواهش‌های خود رو دارد. بله. یگان نفری از جوانان نبود که مثلا شما دیدید و گفتید که همین آینده کلان دارد بسیار سرودهای خوب میکند صدایش خوب است گفته مثلا دلشادی فضلو، خیرالدین شریف. بله. خب اینا رو بسیارتر گوش میکردم. بله اینا رو ما نیز گوش میکنیم در توی و معرکه و البته با سرودهایشون رقص میکنیم. معلم عزیز سرود نوبتی کدام میشود؟ سرود نوبتی گلریزی بهار. مرحمت. سرود گلریزی بهار در اجرای زبانی سانور و از شو برنامه محیط زنده رفتیم. گلریزی بهار باد عشق و خمار بود اندر لب دریای لبر لبیای بود. گلریزی بهار باد عشق و خمار بود اندر لب
لبر لبیاره دو بهترین زبونیزان نوروا در شو برنامه محیط زنده هستند. خاطر رسان میکنیم برای نفرانی که عینی حال با ما پیوست شدند و میگذاریم با سوالهای نوبتی. خب اینجا یک نفر مخلصی شما پرسیدند که در اینستاگرام سوال دادند که میتوانند شما رو به توی معرکه ها جشن ها دعوت کنند؟ البته. خب یعنی که ما میتونیم در اینجا بگوییم که با کدام رقم ها زنگ زنند چگونه شما رو پیدا کنند؟ ما رقم ها رو البته که میمونیم. بله. در اینستاگرام هستید؟ اینستاگرام صفحه شده دلکه؟ بهترین. خب شما میتونید با اینستاگرام زبونیسان رو داخل شده در اونجا رقم ها رو بگیرید و با توی معرکه جشن هایتون البته که درخواست کنید. در همین 13 سال که شما نبودید چگونه دیگرگونی ها شدن در شهر دوشنبه، در تاجیکستان، عموما در ساحه صنعت یگان دیگرگونی ها میبینید؟ البته تاجیکستانی ما وقتی که من اینجا از هواپیما اومدم باور کنید تاجیکستانی خودمون هیچ وقت این خیلی ندیده بودم. در طول 13 سال بسیار زیبا شده است. نمیشناسی گویا من میشود تاجیکستانی خودمون رو خیلی پیشروی هست در صنعت هم، در پیشروی تاجیکستان هم خیلی آبادانی شده است. این چنین یک سوالی دیگر در اینجا به من پیشنهاد کردن در اینستاگرام که دیاپازونی آواز شما با تغامرات خوشوقت میرسد، یعنی که مانند است. نمیخواید یکون سرودش رو زمزمه کنید در اینجا؟ خواهش کردن. میتونم، فکر میکنم که میتونم. مرحمت. یک سرود دارم مانند است. جانانم اجاش کلان باشد میرم سوغاتی لباش نباد باشد میرم سوغاتی لباش نباد باشد حیفایا 100 سالی دیگر حیات باشد میرم سوغاتی لباش نباد باشد حیفایا 100 سالی دیگر حیات باشد میرم 100 سالی دیگر حیات باشد میرم. واو، براو، احسن. یک کف کبیر خوش میکنم. تشکر. صدایتون خسته نباشد. معلم عزیز، ما یک چند سوالهای دیگر داریم و این حال فکر میکنم با موافق نقشه کدام سرودی که است با اون میتوانیم گذاریم. سرود نوبتی. سرود نوبتی البته سرود رقصی میشه. بهترین. رقص میکنیم. حیا چرا مرا رها نمیکنه این غمی بی حیا چرا مرا رها نمیکنه از من و ناله های من هیچ حیا نمیکنه از من و ناله های من هیچ حیا نمیکنه دشمنی من چو دوست و شو دوست وفا نمیکنه دشمنی
نمیکنم دشمنی من شد دوست شد دوست وفا نمیکنم دشمنی من شد دوست شد دوست وفا نمیکنم این غمی به حیات چرا مرا رها نمیکنم این غمی به حیات چرا از من و ناله های من هیچ حیا نمیکنم از من و ناله های من هیچ حیا نمیکنم دشمنی من شد دوست شد دوست وفا نمیکنم دشمنی من شد دوست شد دوست وفا نمیکنم بهترین خوش میکنم یک کفکوبی صدایتون خسته نباشد. معلم عزیز از فرزندانتون چند تا فرزند دارید میتونید فهمید؟ 3 دخترچه دارم. با یگون بهترین یگون نفرشون سوهای صنعت رو انتخاب نکردن یا که در فکر نداشتن با کدام کارو مشغول هستند؟ ادوکات، دکتر و معلمه درست؟ تنگی میدونید مثلا میخوام کمی فهمم درباره انمون دوره‌های که عاشقی ها میکردید. فکر میکنم هر یک نفر عاشقی خود رو دارد و به خاطر دارد. اون وقتا چگونه مثلا یگون سرودی دوست داشته می داشتید و همون سرود مثلا همون تاریخ و هیستوریای بین شما و عشق محبت شما رو اگر انعکاس میکرد همون رو چگونه به محبوبی خود میرسوندن؟ طریق شعر مینویستند چگونه میکردن؟ خب میدونم که مثلا خط مینوشتند و این حال مثلا در تلگرام و اینستاگرام و واتساپ اینجا عاشقان با یکدیگر سرود میفرستند. مثلا اگر جنجال کنند بعد سرود شما رو میفرستند از تو یک ساعت جدایی خوش نمیاد مرا. خب در اون وقت چگونه بود؟ مثلا تقریبا 10-15 سال پیش در اون وقت به فکر من می اومدن هم خیرو برو میگفتن نبود نوشتن هرچنده که بود اونقدر این تلفن های موبیلی فعال نبودن اما با سخن میگفتن در اون وقت بیان میکردن محبت خود رو. بله فکر میکنم این بهتر است چون که این حال اسبابی که همه نفران در شبکه‌های اجتماعی بسیارتر میشینند بیشتر جوانان نورسان در زندگی نمیدونند چگونه مثلا به همدیگر مراجعت کنند صحبت کنند. این یک خاصیتی نه اونقدر خوبی خود رو دارد اما به هر حال تکنولوژی پیش میرود زمانه پیش میرود فکر میکنم که ما نیز باید کوشش کنیم که هم قدم زمان باشیم. همینطور معلم عزیز بله بهترین تشکر. با این حال نفرانی که مثلا مخلصانتون گوش کرده استودند ما رو و میخواند که در اون کنسرتی شما اشتراک کنند در آینده نزدیک چی نقشه است میتونید با اونها نقل کنید؟
فکر میکنم برای طول این سال من الکی کنسرت رو برپا کردم کردید بله و خیلی باشد اگر یگان محیط زنده در یگان تالاری شهر دوشنبه یا اینکه اومن یگان جشن و مراسم ها البته که میتونن اشتراک کنن بهترین فکر میکنم که حکومت شهر دوشنبه حتما این رو به نظر میگیرد که شما در تاجیکستان هستید و حتما با چرابینی ها جشن و معرکه ها شما رو دعوت میکنن و مخلصانتون میتونن از صدای جذاب و زنده شما حلاوت برند. تشکر زیاد معلم عزیز. فکر میکنم میتونیم با سرود نوبتی گذاریم و بعداً جمع بس کنیم برنامه رو. با صد حبس و بسین ارمان
браво, аҳсан. ташаккури зиёд, садоятон хаста набошад. ин дастагули гулҳои шаҳри азизу дилораи мо душанбе баҳри шумо. саломат бошед ва ин қадар гулҳои зебо. саломат бошед. дар ин ҷо роҳбари радиои нав хубон ташаккур миннатдории худро баён карда истоданд. хуб муаллими азиз, чӣ гуфтанӣ доред ба шунавандагонатон, мухлисонатон марамат? пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз, дар хонадонашон файзу баракат, ҳамеша суруду мусиқиҳои наву тару тоза шунаво бошанд ва мехоҳам ки ҳама вақт маро гӯш кунанд. беҳтарин, албатта, ҳатман. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки сарпарасти кулли шоу барномаи муҳити зинда ширкати Тисел мебошад. Тисел дастрасии шумо ба дунёи рақамӣ. Инчунин хотиррасон мекунам ки шумо метавонед радиои навро дар Instagram ва YouTube пайгирӣ кунед. ин барнома баъд аз чанд рӯз ҳатман дар YouTube пахш мешавад ва метавонед дар он ҷо тамошо кунед, гӯш кунед ва аз садои зиндаи забони Сонур ва ҳаловат баред. ва инчунин метавонед дар комментариҳо нависед ки дар барномаҳои оянда киро дидан мехоҳед. ташаккури зиёд. Бо шумо будам Рафаэл Гулов. ин буд нашри навбатии шоу барномаи муҳити зинда аз мавҷи 95.5 FM радиои нав. то ҳафтаи оянда, шояд ҳафтаи ояндаи дигар, хайру хуш мекунем бо шумо. ташаккур. Новое радио.